سلام دوستان بی نهایت مهربانم. اول ما میخوایم که موره را بگیرم. موره را میگیرم، شمار میکنم. بعد از او که شمار کردم، البته به اندازه ضروری شمار کردم، بعد از او مطمئن شدم این قسم دوخته میشه و این را ما چه قسم دوختیم. یک چند دقیقه قبل از این که ما موره را بخوایم که تمام میشه چی کنیم؟ بدوزیم. شاید شما موره و چیزا دوخته باشین، به خاطر که زیاد خوب معلوم شده، به خاطر دیکور و دیزاینش 3 یا 2 دانه موره را در اخیرش میمونیم و بعد از او داره از او قسمت چی میکنیم؟ داخل میکنیم و از او قسمت دیگه بیرون میکنیم. از این قسمت بیرون میکنیم. بعد از این قسمت که تار سوزن موره را بیرون کردیم، تار شکش میکنیم و اون قسم دوخته میشه. خیلی ساده و راحت. وقتی که یک دانش شما دوختین میتونین که تمام بشه به بسیار راحتی و آسانی بدوزین که پیراهن خودم است که خودم دوختیمش و در ظرف 2 روز دوخته شده موره هاش. هیچ شما به این نیاز ندارین که شار برین هزینه کنین و موره بگیرین بدوزین. میتونین که خودتان در خانه موره دوزی بکنین. خیلی یک پیرانک مقبول دوخته شده. نگفته نمانه که لایک و سابسکرایب کنین، چینل ما را حمایت بکنین تا ما ویدیوهای زیادی را برای شما تقدیم بکنم.